اگه خارش کف دست داشته باشی داره پول میاد یا یه هشدار بدنیه. خیلی همون شنیدیم که میگن اگر کف دستت بخاره یعنی داره پول میاد. اما به نظرتون این واقعیت داره؟ فکر نکنم. این فقط یه باور قدیمیه که از نظر علمی هیچ مدرکی برای اون ثبت نشده. اما خارش کف دست از نظر پزشکی میتونه دلایلی داشته باشه که بیاین اینو با هم مرور بکنیم. اولیش اگزماه که به خاطر خشکی پوست شروع به خارش میکنه. دومیش آلرژی به مواد شوینده، عطر و بدلیجات میتونه باشه. سومیش دیابته. افرادی که دیابت دارن پوستشون خیلی زود خشک میشه و ممکنه که خارش داشته باشن. چهارمیش فشار روی عصب مچ دستتون هستش که گاهی با خارش و مورمور همراه میشه. و آخریش که خیلی کمتر اتفاق میفته اما مهمه، مشکلات کبدیه که اگر همراه با زردی پوست یا چشم باشه حتما سریعا باید به پزشک مراجعه بکنید. حالا برای خارش کف دست باید چیکار بکنیم؟ اول از همه بعد از هر شستشوی دست حتما از مرطوب کننده استفاده کن. بعدش اگر قراره با مواد شوینده کاری انجام بدی حتما دستکش بپوش و از صابون‌های الکلی و عطری هم کمتر استفاده کن. حالا از این به بعد اگر کف دستت خارش داشت به جای اینکه به پول فکر کنی به فکر پوستت باش.